نگاه کن این نیستش. پلانک اینجوری گودی کمرت میره تحت فشار، مهرهای کمرت میره تحت فشار. یه تیلت به لگن میدی توی این وضعیت میمونی. من میگم تیلت بده اینو میکشی بالا، با سنتو میکشی بالا. این درست نیست. بعد وقتی میگم برین 8 نقطه زانو رو زمین، دیگه سری جای پاتو عوض نکن اینجوری کنی. الان بخوای بری کبرا دیگه نمیتونی بری کبرا. دوباره باید سر بدی بری عقب. کلا وضعیت درستش اینه که شما وقتی توی 4 دست و پایی نگاه کنین، 4 دست و پا اندازه عرض لگن، دست اندازه عرض سرشونه، پنجه پا زمین، میری شوان، دیگه پا و دست جابجا نمیشه. از همین حالت دوباره میای پلانک. میبینی هیچ جایی دستی پایی عوض نمیشه. زانو زمین، 8 نقطه کبرا، اندازه بدنت کامل. دیگه نه زانو جابجا کن، نه دست جابجا کن، هیچی.